روزی روزگاری ریس ریس با گوشهای آویزان و چشم گریان نزد کدخدا همی آمدندی. کدخدا آقا چرا سفر من به گلاسکاباد رو لغو نمودندی؟ چه خبرت آبقوره گیری راه انداختی؟ میخواستی بری گلاسکاباد؟ چه غلطی بکنی تو؟ میخواستم بروم آنجا عکس همی بگیرمی و انگوزمانم را جهانی کنمندی. بدبخت، مگر مغز خر همی خورده ای؟ اگر به دهکده های خارجی بروی دشمنان چوب اندر آستینت می نهند و چپقت را همی چاق می کنندی. الاغت را زین کن برو در همین کوچه پس کوچه های فینیتوی خودمان یک چرخی همی بزنندی. پس خودم پشت الاغ می نشینمندی، خودم می نشینم پشت الاغ. سلام بر رئیس. من شب در قلی فرزند یاردان قلی می باشمندی. به طویله ما نه ببخشید به استبل ما نه ببخشید به محله ما خوش آمدندی. به چه بچه خوبی، اسمت چی می آخه باشندی؟ ببو گلابی گیجی تو. یه ساعت دارم خودم و بابام معرفی میکنم، دوباره میپرسی اسمت چیه؟ عجب گوشکوبی هستی یا. به سلام، چطوری شیخ قوطی؟ شیخ قوطی چیه؟ منظورم شیخ توتی بود. به من میگی شیخ توتی؟ بابا تو چقدر شوتی؟ بابا ما چقدر بدیم تو دهن تو همی باز نکنند آخه. مزرعه ها باید محصول بدهندی، گاوه ها باید شیر بدهندی، مرغ ها باید تخم مرغ بگذارندی، درخت ها باید میوه بدهندی. بچه بیا پایین، مزخرف نگو. بیا پایین، سرمون درد گرفت. باید رو کاشتن جاش کمپوزه ثبت شد. ریس جان، حالت جا آمد؟ خوش گذشت؟ دیگه نمیخوای بری گلاسکاباد؟ نه، غلط همی کردمی، دهانم آسفالت شدندی. تازه کجایش را دیدندی، حالی دمار از روزگارت در می آورندی.